شنیدم روتین پوستی تو بلد نیستی. نمیدونی کدوم محصول رو به ترتیب بزنی. امروز اومدم توی این ویدیو بهت یاد بدم که کدوم محصول رو شبا کدوم محصول رو صبح بزنی. با لایک و کامنت خوشحالم کن. شبا قبل از خواب اگه حتی پوستت ضد آفتاب بیرنگ داشت یا اصلا هیچی روی پوستت نبود، پیشنهاد من بهت اینه که مرحله اولت میسلر واتر باشه. بعد از میسلر واتر با شوینده مخصوص پوستتو بشور همراه آب خنک، نه آب داغ. بعد اینکه پوستتو خشک کردی با یه پد سکه‌ای تونرتو به پوستت بزن و منتظر باش که خشک بشه. بعد از اینکه تونرت خشک شد آبرسان یا ضد لک یا کرم‌های شبتو استفاده کن و بخواب. بین هر کدوم از این مراحل 4 الی 5 دقیقه فاصله بده. صبح اگه پا شدی و دیدی پوستت چربه، برق میزنه، دستتو که میکشی روش براقیت و چربی احساس میکنی، برو با شویندت پوستتو بشور. پس مرحله اول روتین صبح اگه پوستت چرب بود شوینده است، اگه چرب نبود تونره. بعد تونر آبرسانتو بزن، بعد آبرسان کرم‌های دور چشم و ضد آفتاب بیرنگتو بزن و برو بیرون.